شده تا هر گروهی و اون جامعه میگویند کدومی که از اون طرز فکرها رو اگر مردم به اونها رأی بدهند به اجرا خواهند گذاشت. مردم یک اکثریتی رو انتخاب میکنن و اون اکثریت حکومت میکنه، یعنی اجرا میکنه اون تصمیم رو. اون اقلیت هم کار خودش انجام میده که نظارت است بر کار اون اکثریت و هشدار به جامعه، تبلیغ اون عرض کنم نظر مخالف و اینکه جامعه کاملا آگاه باشه از اون چه انجام میگیره که تصمیمات او هست یا نیست. این هم یه راه حله. من امیدوارم که ایرانیان به لحاظ سوابق تاریخی که دارن، فرهنگ غنی و قوی و قدیمی که دارن و اینکه یک ملتی هستن که در یک نسل 3 انقلاب کردن، همکنون هم در جنبشن، اینها ملتی باشن بتوانن این شیوه رو به اجرا در بیارن و از این جهت نقش آموزنده پیدا کنن، آموزگار پیدا کنن برای جامعه جهانی. کار چهارمی که باید کرد، چقدر من وقت دارم؟ یک رو باید عجله کنیم. کار چهارمی که باید کرد مبارزه با سانسور هاست. مطمئن باشید که یه همدیگر رو اولی خلق فرهنگ آزادی بود، دومی خودپردازی مردم و سومی رو مشخص کنید. چرا گفتم کثرت‌گرایی و توضیح دادم که در اینجا از حق اختلاف صحبت کردم و حالا رسیدم به چهارم که گفتم هم 3 راه حل پیشنهاد شده برای این حق اختلاف. اینا چهارم مبارزه با سانسور. مطمئن باشید اینکه آیا حرف نزنید جنبش عقب میمونه، آیا حرف نزنید چنین میشه چنان میشود، این به زیان جنبش است. نه، همه بگذارید حرفشون بزنن، حتی دشمنان جنبش، و بگذارید جامعه ما یک جامعه ارزیابی بشود، جامعه منتقدی بشود، نقد بکنه، به یک نظر جمعی برسه و پیش برود. چون به هر سانسوری یک بخشی از جامعه حذف میشه، سرانجام میبینید که کسی در جنبش نماند یا که شمار کمی موند. و اینو از همین حالا باید کرد. اون دوره هم من یک کتابم نوشتم که 2 قسمت داشت. یکیش تعمیم امامت بود به همین معنایی که الان برای شما گفتم که هر کسی حق دارد امام باشه، یعنی پیشا پیش امام کسی است که در آینده های دور قرار میگیره، عقل او در حال عمل میکنه به این ترتیب که آزاد میاندیشه، آزاد عمل میکنه. یک قسمتش هم مبارزه با سانسورها بود و در اون در تاریخ ایران سانسورهایی که رواج داشته استخراج کرده بودم. اینجور که یادم الان حدود 44 یا 48 نوع سانسور رو استخراج کرده بودم که در اون وقت در یک روزنامه روزانه هم این انتشار پیدا کرد این سانسور. با این حال هم در جریان انقلاب سانسور بود. حتی یه روز رفتم پیش آقای خمینی گفتم که در این تظاهرات اون روزی که بود عکس مصدق هم بوده یا عکسای دیگه هم بوده، گفت قرار بوده یک عکس بیشتر نباشد. خب این یک عملا اینجوری شده و این بعدها یکی از این آقایان بقایچی نوشت، در خاطرات نوشت که ما چگونه عکس مصدق رو سانسور کردیم. خب اون شد بعد شد اون که من روزنامه آیندگان رو آیندگان رو نمیخوانم. همینجور سانسور که آمده تا امروز رسیده یه دفعه پیدا نشد، از همون دوره انقلاب شروع شد آمد جلو. حالا اون غلط رو تکرار نکنیم، بگذاریم همه هر چه میخواهند بگویند.
باز باشیم و به جایی که شخص رو به اصطلاح بکشیم پای محاکمه ها، تویی که اینه گفتی، تو اونی که اون کاره بودی، نه، هر کی بوده اصل نظر است، اصل مقال اون چی که گفته شده او رو نقد کنیم و جنبش رو به اینسان هم پیش ببریم، هم در عمل یک ملت مردم سالار دموکرات بگردیم. و پنجم، مبارزه با ابهام ها. حالا در اینجا گفتم که قانون اساسی اون اصولی که داره اصلا حقوقی توش گفته نشده، ضد حقوق توش گفته. میگوید از قانون اساسی کنونی از اصل 20 تا 42 راجع است به حقوق انسان و حقوق ملت. حالا اصل 22 اینطور که یادمه میگوید به این که مردم ایرانیان از حقوق فرهنگی، اقتصادی و برخوردار است و این مشروط به موازین دینی، موازین دین. دو قسمت رو این مشروط رو توجه کردن حقوقدان ها و مدافعان حقوق بشر، به دو قسمتش توجه کردن. یکی این که خب وقتی شما مشروط میکنی، خب بس معناش اینه که هر جاش میتونی راحت بگی که اینجا با این موازین نمیخونه، نداری این حقو. مثل همین که حق اجتماع یکی از حقوق دیگه، اصل 27 قانون، همین قانون اساسی میگه با موازین دین تطبیق ندارد، نمیتونه تظاهرات کنی، حق نداری جمع بشه. این رو توجه کردم میشه. دو این که مقامی که تشخیص میده، کی تشخیص میده این مخالف خلاف موازین دینه؟ در اونجا که مجلس قانون میگذارن، شورای نگهبان. در اونجا که مردم عمل میکنن، دستگاه قضایی. دستگاه قضایی کیست؟ دستگاه قضایی دستگاهی است که رئیس اون را آقای رهبر معین میکنه و بنابر همین قانون اساسی که محورش ولایت مطلقه فقیه، این وظیفه اولش حفظ نظام است، این مقدمه بر هم است، اوجب واجبات است به قول خودشون، یعنی واجب ترین واجب هست. هر چی با این نخونه باید اون حذف شود. خب حالا من میگم که اینا بهش توجه شده، اما امری که مهمتر از ایناست بهش هم توجه نشده این است. ما الان صحبت کردیم در ابتدا، گفتیم که عرض کنم به شما میزان ما حقوق دیگه، حقه که اگر کسی از اون حق بیرون رفت او میگیم افراطی. اگر این حقوق انسان دارد، یعنی حق هستن و انسان اونها رو دارد، پس میزان خودشه دیگه. اگر اون موازینی که شما میگویید موازین اسلامی با این حقوق نخواند، اونها رو بنداز دور، برای اینکه حق و میزان اینه. پس معنیشه اون مال اسلام نیست. دروغ میگی که این موازینه، موازین نیست دیگه. نمیشه که هم خداوند به انسان آفریده باشه، به او این حقوق رو داده باشه، گفته هم ذاتی شماست، هم به سرکار گفته باشه یه موازین هم میدم دست تو که اگر طرف نفس زیادی خواست بکشه بگی که نفس کشیدن ممنوع است چون با موازین نمیخواند. خب این موازین قلابی آقا، این بهش توجه نشده. خب تمام این مواد از این نوعن و این اصول همشون به این قید رو دارند، نتیجه ضد حقن، هم ضد اسلامن هم ضد حقن. خب شما چجوری کدوم ظرفیت میخواید؟ طرف میری فردا من همجور دوره آقای خاتمی ندیدی؟ او 2 ماده برد به مجلس که حتی رئیس جمهور بتونه در مواردی که خلاف قانون اساسی می شود متوقف کنه تا برای رسیدگی. قبول نشد.